برای حل مشکل کم‌آبی بیش از 11,000 جریب زمین در ولسوالی شهدای ولایت بدخشان 3 کانالیاب و یک دیوار استنادی به بهره برداری سپرده شد. این پروژه ها از سوی مؤسسه میشنیست با هماهنگی ریاست زراعت ولایت بدخشان اجرا شدند. 4 پروژه در مجموع هزینهش میشه 6 میلیون افغانی و در حدود 6,000 متر البته کانال البته طول ازی است که سربنداش با صورت اساسی و پخته ترمیم بازسازی شده، همچون ترناب برش ساخته شده و در حدود 11,000 جریب زمین زراعتی را البته میتونه که تحت پوشش آبیاری قرار بده. مسئولان مؤسسه میشنیست میگویند که به ارزش 1.7 میلیون دلار پروژه های زراعتی شامل ساخت کانال های آب، دیوارهای استنادی و دیگر پروژه ها در ولایت های بدخشان، تخار و کندوز از سوی این مؤسسه در حال اجرا می باشد. این پروژه در مجموع به هزینه 1.7 میلیون دلار است و در 3 ولایت تطبیق می شود که بدخشان است، کندوز است و تخار است. در مجموع فعالیت های پروژه که است از جمله اعمار و ترمیم کانال های زراعتی است و همچنان دیوارهای استنادی است و سولر سیستم برای زمین های زراعتی است و همچنان در پهلویش در بخش زراعت و مالداری هم فعالیت های داریم. با بهره برداری این پروژه ها چالش کم‌آبی 50 قریه در بدخشان برطرف خواهد شد. فریاد ما فرصت مثبت دادن و اینا در اینجا خدمت بسیار مهمی برای ما مردم عرضه کردن که همه مشکلات ما را الحمدلله محفوظ ساختن. از قبیل زراعت، از قبیل برق و آسیای بسیار زیادی ما هم از این مشکل مواجه بودیم که همیشه سیلاب می اومد بند می‌کرد این آب زراعتی ما را و ما با مشکل مواجه بودیم. مسئولان ریاست زراعت بدخشان میگویند که پروژه های زیاد انکشافی و زیربنایی در سال آینده در این ولایت اجرا خواهند شد.